درود بر شما دوستان عزیز، همراه ما باشید تا داستان‌های جالب دیگر رو هم بشنوید و لذت ببرید. این داستان ملا نصرالدین و تعیین روز عید فطر. میگن ملا نصرالدین برای اینکه بفهمه چقدر از رمضان گذشته و چقدر مونده، از روز اول 30 تا کشمش میذاره توی جیب عباش و هر بار وقت افطار یه دونه کشمش میخورده. زن ملا یه روز اتفاقی دستش به جیب عبای ملا میره و کشمش ها رو میبینه. میگه بمیرم برات، نمیدونستم انقدر کشمش دوست داری. پس میره 2 مشت حسابی کشمش میریزه تو جیبش. بعد از چند روز تو مسجد مردم از ملا نصرالدین میپرسن ملا چقدر مونده به عید فطر؟ اونم دست میکنه تو جیبش و بعد از کمی مکث و تعجب میگه والا اگه حساب با حساب کشمش ها باشه امسال اصلا عیدی در کار نیست. این داستان لحاف ملا. شبی از شب‌های سرد زمستان ملا خوابیده بود که ناگهان سر و صدای زیادی از کوچه به گوشش رسید. ملا برای اینکه ببیند چه خبر است لحافش رو به دور خود پیچید و به کوچه رفت. اتفاقاً رندی دست انداخت و لحاف ملا را از دوش او برداشت و فرار کرد و در همین حین بین قائله دعوا نیز خوابید. ملا که چنین دید بدون لحاف به خانه برگشت. زنش پرسید این سر و صدا برای چه بود؟ مردم برای چی دعوا میکردن؟ ملا گفت چیزی نبود، تمام دعوا بر سر لحاف من بود مثل اینکه. بله دوستان، اینم از داستان‌های جالب دیگر. از اینکه همراه ما هستید و از کانال خودتون یعنی دنیای داستانی با سابسکرایب و مشترک شدنتون حمایت میکنید بسیار بسیار سپاسگزار و متشکریم.